صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. خداوند چه خدای پرجلالی است که رحمت و محبت بی پایان خیش را هر روزه و هر ساعت بر ما ارزانی می دارد و چه خدای عظیمی است که هر روزه متحمل بارهای ما می شود و به ما نجات می بخشد. او ما را آزاد خلق کرده و ما را از اسارت خودخواهی ها، هوس های جسم و گناهان آزاد می کند و او به ما حیات جاوید می دهد. ای خداوند، تو قادری و مطلق، تو قدوسی و پاک و تو خدای محبت هستی. ما را یاری بده که امروز پاک زندگی کنیم و تو را بیشتر از دیروز بشناسیم و بیشتر به تو نزدیک شویم. خداوندا، آسمان جلال تو را بیان می کند و زمین از قدرت تو سخن می راند. پس بگذار خداوندا در این ساعت ما نه فقط ندای آسمانیت را بشنویم، بلکه زندگی ما به نام تو جلال بدهد. عیسی مسیح می فرماید: من آمدم تا گناهکاران را نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. برادران و خواهران عزیز، درود بر شما. حالتان چطوره؟ امیدوارم که در قوت ایمان و قوت روح القدس روزهای خود را با اعتماد به خدای مهربان به سر بیاورید و هرگز از بودنش با شما و محبتش نسبت به شما شکی رو به خود راه ندهید. از مکاشفات الهی که توسط عیسی مسیح به بشر عطا شده این بود که آدمی به ذات اقدس خدا از طریق مکاشفه حق در عیسی پی برده و مطابق انجیل محبت عمیق خدا را نه فقط نسبت به خود می‌بیند، بلکه دریافته است که خدا محبت است. خدا محبت است. اتفاقا اگر بخواهیم مهمترین قانون عیسی مسیح را نیز در یک آیه خلاصه کنیم، این است که خدا محبت است و شما بایستی یکدیگر را محبت کنید. خدا را با جان و دل و وجود و هستیتان محبت کنید و بنده خدا را مثل خودتون دوست بدارید. این عیسی مسیح بود که برای اولین بار به جهانیان اعلام کرد که خدا محبت است و اساس فیض و رحمت خدا و رابطه او با انسانها بر محبت بنا شده است. برای همین است که خیلی از مردم دنیا مسیحیت را به معنی محبت تعبیر کرده و آن را با محبت یکی می‌دانند. ولی برای کسانی که به تعلیمات و اساس ایمان مسیحیت آگاهی ندارند، اگر کتاب مقدس را شانسی باز کنند و به فصل 10 از انجیل مقدس متی توجه کنند و از آیه 34 آن را بخوانند،
بلافاصله خواهند گفت که مسیحیت مثل سایر مذاهب مذهب زور و شمشیر است. چرا؟ چون عیسی مسیح در اینجا خودش اعلام می کند که گمان مبرید که من آمدم تا سلامتی را بگذارم بلکه تا شمشیر را. اتفاقا همین نوع قضاوت و برخورد را در بعضی از کتاب‌هایی که در ایران بر علیه مسیحیت چاپ شده است شخصا دیدم و متوجه شدم که نویسنده کتاب بدون درک اصل و عمق آیات مذهب مسیحیت را مذهب نفاق و شمشیر معرفی کرده است و البته هدفش این بوده که جنگ‌هایی که رهبران مذهبش به اسم خدا کردن را عادلانه مطابق تعلیم مسیح معرفی کنند و البته آن را جنگ‌های صلح طلب بنامد. ولی دوستان عزیز، حقیقت هم اینه که این آیات عیسی مسیح که برای بعضی‌ها سبب لغزش شده از مهمترین و عالی‌ترین آیاتی است که درباره برقراری صلح و سلامتی و آرامش الهی سخن رفته و پیشگویی‌هایی است که از همان قرن اول تا به امروز و تا روز قیامت عملی میشه و حقانیت آن ثابت می‌گردد. اجازه میخوام که ابتدا در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح آیات 34 الی 42 از فصل 10 انجیل متی خدمتتون بخونم و بعد به تشریح و معنی و مقصود آیات بپردازم تا کلام خدا را درک کنید. عیسی مسیح میفرماید گمان مبرید که آمدم تا سلامتی را بر زمین بگذارم. نیامدم تا سلامتی بگذارم بلکه شمشیر را، زیرا که آمدم تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خیش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم و دشمنان شخص اهل خانه او خواهند بود و هر که پدر یا مادر خود را بیش از من دوست دارد لایق من نباشد و هر که پسر یا دخترش را از من زیاده دوست دارد لایق من نباشد و هر که جان خود را دریابد آن را هلاک سازد و هر که جان خود را به خاطر من هلاک کند آن را خواهد یافت. هر که جان خود را به خاطر من هلاک کند آن را خواهد یافت. هر که شما را قبول می کند مرا قبول کرده و کسی که مرا قبول کرده فرستنده مرا قبول کرده است. آنکه نبی را به اسم نبی بپذیرد اجرت نبی را یابد و هر که عادلی را به اسم عادلی پذیرفت مزد عادل را خواهد یافت و هر که یکی از این کوچکان را کاسه ای از آب سرد محض نام شاگرد نوشاند هر آینه به شما میگویم اجر خود را ضایع نخواهد ساخت. این آیاتی است که متاسفانه باعث لغزش بسیار شده، اما همونطور که عرض کردم از مهمترین مکاشفات کلام خداوند است. قبل از اینکه در مورد این آیات قضاوت کنم اول باید ببینیم که موضوع از چه قراره. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید مسیح صحبت از نفاق و تفرقه بین خانواده می کند و میگوید من نیامدم که سلامتی بر زمین بگذارم، به عبارت دیگر من برای مخالف آن یعنی جنگ آمدم تا شمشیر را بین شما قرار بدهم و شمشیر مسلماً به معنی جنگ و نفاق است. بعد آیات پایینتر صحبت از شرایط پیروی کردن از خودش میکنه و لیاقت یا عدم لیاقت داشتن پیروانش را آشکار میکند. به عبارت دیگر بین پیروی کردن از خودش و این نفاق و جنگ یک رابطه مستقیمی هست. ظاهر آیات نشون میده که مسیح آمده بین خانواده ها اختلاف و نفاق بیندازه. دوستان عزیز، اشتباه بسیار بزرگی رو مرتکب میشویم اگر این آیات را از موضوع اصلی کلام خدا جدا کرده و سپس آن را تعبیر کنیم. اول همه بایستی بگیم که فصل 10 از آیه 1 الی فصل 11 آیه 7 یک موضوع و یا یک سخنرانی و یا یک موعظه مسیح است که آیه هایش تماما به هم ربط داره و جدا از اصل این موضوع این آیات بی‌معنیه و درک آن هم آنطور که باید شاید هدف مسیح را نخواهد رسانید. در آیه اول می‌بینیم که عیسی مسیح رسولان خود را به مأموریت می‌فرستد. در حقیقت تمام آیات فصل 10 سخنرانی او قبل از شروع مأموریت رسولانش یا قبل از اعزام آنان میباشه. گفتار آخر مسیح
قبل از اینکه رسولانش بروند به دهات‌ها و شهرها و کلام انجیل را برسونند و موعظه ها کنند. او به شاگردانش میگوید حالا که شما را به مأموریت میفرستم بایستی این شرایط را مراعات کنید. اول همه میگوید شما هیچ اسلحه‌ای رو با خودتون نبرید، در آیات اول فصل 10. حتی میگوید لباس اضافه و حتی چوب دستی هم با خودتون نبرید و نه فقط آن بلکه هیچ طلا و نقره و حتی سکه مسی هم با خودت نبرید، یعنی دست خالی بروید. دوم، اونا را بدون پول میفرسته که احیانا اگر حتی در حین بشارت کلام خدا عصبانی شدن و یکی اونا را اذیت کرد و خواستن اینا جنگ کنن، پول نداشته باشن که برون شمشیر بخرن یا چوب دستی بخرن و یا چیز دیگه بیان و بجنگن. مسیح آنها را دست خالی میفرسته و جیب خالی. و نه فقط آن بلکه میگوید دست خالی بروید و برای یک هدف معین بروید و بشارت بدهید، بروید مژده خبر خوش را به بیچارگان و ماتمیان و مظلومان و بدبختان برسانید. این هدف اصلی فرستادن رسولان مسیح می باشه. نه فقط اینکه خبر خوش را به بیچارگان و ماتمیان و مظلومان و بدبختان برسونند، بلکه مریضان را هم شفا بدن. یعنی چه؟ یعنی سلامتی رو به مردم عطا کنند و خانواده هایی که بر اثر امراض مصری از هم جدا و پراکنده شدن را با شفا دادن متحد سازند و صلح و آرامش و صفا را به خانواده ها باز آورند. یعنی صلح و سلامتی و اتحاد برای مردم رو به ارمغان ببرید و برای این کار به آنها قدرت روح القدس می‌دهد. نه شمشیر، نه چوب دستی، نه سکه و نقره، بلکه قدرت خدا، تا صلح حقیقی و اتحاد کامل و سلامتی واقعی را به مردم بدهند. مسیح آنان را به این خاطر به سوی مردم میفرسته. حالا سوال میشه اگر هدف اینه، پس مقصود عیسی مسیح از این آیاتی که خدمتتون خواندم چیه؟ آیا صحبت جنگ و جدال و خونریزیه یا اینکه مسیح اشاره به یک جنگ معنوی میکند؟ دوستان عزیز، وقتی به علت آمدن عیسی مسیح به این عالم توجه کنیم، آن وقت است که مقصود از این آیات را هم بهتر و بهتر میفهمیم. عیسی مسیح فرمود من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. این هدف نهایی او بوده. او آمد تا نجات دهنده برای گناهکاران باشه و خداوند به او این مقام و قدرت را عطا کرده. و گناهکار یعنی کسی که از راه خدا دور شده، زندگیش با خواسته های خدا هماهنگ نیست، کسی که اسیر نیروهای خودخواهی و هوس پرستی و خواهش های چشمه، کسی که اسیر اهریمن شده، کسی که از معیار و درجه اخلاقی که خدا از انسان انتظار دارد سقوط کرده، کسی که در بند عادات ناشایسته، کسی که با اعمالش، گفتارش، اعمالش و زندگیش اصلا با خدا جور در نمیاد. میگوید مسیح آمده است تا این اشخاص را به راه خدا بیاورد و زندگیشون رو در اراده الهی قرار بدهد و به اصطلاح بشری با زندگیشون آنها را به سوی حیات جاودان هدایت کنه و عمرشون رو هماهنگ با خداوند به سر بیاورن. ولی در این اثنا اهریمن بر علیه مسیح به نبرد میپردازد. او نمیخواهد بندگانش از او جدا شده و به سوی خدا برگردند. پس کشمکش روحانی و نبرد معنوی آغاز می شود. دوستان عزیز، مقصود مسیح از این که میگوید من نیامدم تا سلامتی بیاورم همینه. یعنی من آمدم تا با آشکار ساختن حقیقت و راه راستی به کسانی که در ظلمت و تاریکی هستند به آنها ثابت کنم و نشان بدهم که اسیر شیطان و گناه هستند و نیازمند آزادی و بازگشت به سوی خداوندند و برای اینکه صاحب نجات شوند باید با اهریمن به مبارزه بپردازند و باید با هوا و هوس و خواهش‌های چشم مبارزه کنند و در واقع اگر لازم باشه باید نفس را بکشند تا نیروی اهریمنی بر آنان غلبه نکند. کسی که به عیسی مسیح ایمان می‌آورد
بلا فاصله در یک جنگ روحانی قرار می‌گیرد، جنگی که تا آخرین نفس حیاتش در این عالم همیشه ادامه خواهد داشت. و حقیقت هم اینه که چون در دنیا همیشه گناه است، تا ظهور ثانوی عیسی مسیح این نبرد ادامه خواهد داشت و مسیح آغاز کننده این نبرد روحانی برای من بود و برای شما نیز خواهد بود اگر به او ایمان بیاورید. و حقیقت هم اینه که روز به روزی که با مسیح پیش می رویم، شعله این نبرد شدیدتر می شود. چرا؟ مسیحیت راه ایمان و پاکی و قدوسیت و فروتنی و صحبت محبت است، راهی که کاملا با راه اهریمنی متضاده و این سبب بروز نبرد میشه. نبردی که هر شخصی که به سوی عیسی مسیح می آید ناخودآگاه باید با آن روبرو بشه و مبارزه کنه. مقصود شمشیری نیست که بشر به وسیله آن به جان هم افتاده و همدیگر را بکشند. شمشیر در کتاب مقدس به معنی کلام خداست. وقتی مسیح که خود کلمت الله است شمشیر روحانی باشه، وقتی او وارد زندگی ما بشه، آن موقع است که ما متوجه میشویم که قدرتی داریم از جانب خدا که ما را در این نبرد روحانی یاری میدهد و به وسیله این قدرت است که قادریم به جنگ برویم. بدون کلام مسیح، بدون گفتار خدا، ما هیچ وسیله دیگری برای جنگیدن بر علیه اهریمن نداریم. وقتی که مسیح در ما بیاد، قدرت مسیحایی در ما سبب میشه که بر علیه شرارت مبارزه کنیم. اگر به خاطر داشته باشید در انجیل متی فصل 4 ملاحظه کردیم که وقتی شیطان به سوی مسیح میاد تا او را وسوسه کنه، با راه مسیح به نبرد میپردازه. مسیح تنها از یک وسیله برای پیروز شدن بر اهریمن استفاده کرد و آن از شمشیر خدا بود، یعنی از گفتار خدا. آیات تورات رو خواند و توسط آن جواب به شیطان داد و شیطان را شکست داد. انجیل مقدس میگوید که کلام خدا از هر شمشیری برنده تر است و قادر است نفس و روح را از هم جدا سازد. مسیح آمد تا ما که از گناه نفرت داریم و میخوایم از گناه آزاد شویم و بر علیه آن غلبه یابیم، یاری بدهد تا با قوت او بر علیه گناه قیام کنیم. در این آیات می‌فهمیم که وقتی کسی که به من ایمان آورد، چه بسا عزیزترین کسانش بر علیه او قیام خواهند کرد. پدر وقتی می‌بیند فرزندش مسیحی شده، چون خودش مسیحی نیست، بر علیه او قیام می‌کنه. و یا فرزندی وقتی می‌بینه که پدرش مسیحی شده، غیرتش گل می‌کنه، جهالتش به قول معروف میشکافه و به خاطر جهالت و یا به خاطر تعصبش بر علیه پدر مهربانش قیام می‌کنه. در خانواده ها به خاطر اینکه کسی مسیحی میشه اشکالات پیش میاد، جدایی ها پیش میاد. چرا؟ چون اونانی که مسیحی میشوند، پاک و مقدس زندگی میکنن، نور آنان سبب میشه که بقیه تاریکی ها، خطایا، دروغ ها، مکر و حیله های زندگیشون آشکار بشه و در نتیجه یک اختلاف شدید عمیق روحانی به وجود میاد. جنگ روحانی شروع میشه که به جنگ جسمانی تبدیل میشه و همونطور که بین نور و تاریکی رفاقت و مشارکت نمیتواند باشد، مسلماً بین کسانی که مسیحی میشوند و کسانی که هنوز در بند گناه هستند، از خدا دورند و در گناه غرق شدند، دروغ میگویند، فحش میدن، دزدی میکنن، کلک میزنن، نمیشه مشارکت و دوستی وجود داشته باشه. یا ما بایستی در پاکی و تقوا زندگی کنیم یا در گناه اسیر هستیم. در مسیحیت بین این دوتا چیزی وجود نداره. یا شما جزء پیروان واقعی خدا هستید و تمام زندگیتون هدفش اینه که شب و روزتون که اراده خدا را به جا بیاورید، و یا اسیر گناه هستید. به خاطر وجود نور که مسیح می باشه در زندگی انسانها، جدایی بین خانواده ها می آید. خیلی از شما عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان آوردید، این حقیقت را عملاً در زندگیتون مشاهده نمودید که چطور خانواده‌تون شما را حتی از خونه بیرون کردن و یا خواهرانی که به عیسی مسیح ایمان آوردن حتی شوهرانشان آنها را ترک کردن. چرا؟ چون آنها میخوان پاک و مقدس زندگی کنند. و یا عزیزانی را میدانم که به خاطر مسیحی شدن به زندان افتادن و زن و بچه هاشون رو از آنان جدا کردن. جفاها هست، تهمت‌های ناروا هست، حرفای رکیک است.
سختی ها و مشکلات است. همه اینها به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه به عیسی مسیح ایمان می آورید. اینها همه آثاری است از نبرد روحانی که عیسی مسیح در این آیات به آن اشاره کرده. اینها همه نشان نبردی است که به خاطر ایمان آوردن به عیسی مسیح در آن قرار گرفته اید. خود من وقتی که مسیحی شدم با مشکلات زیادی روبرو شدم. خانواده هم مرا کافر میپنداشت. میگفتن هر کسی که دینشو عوض کنه کافر میشه. ولی دوستان عزیز، هدف من در زندگی چه بود؟ آیا برای بدتر شدن بود و یا برای بهتر شدن؟ من در زندگی یک آرزوی عمیقی داشتم که آن این بود که خدا را شخصا بشناسم، با خدا شخصا تماس داشته باشم و محبت خدا را نه فقط تجربه کنم بلکه در وجودم جا بدم تا بتونم هم نوع خودم از محبت الهی پر کنم. و در عیسی مسیح محبت خدا را دیدم. در عیسی مسیح کلمه خدا را دیدم. در عیسی مسیح مکاشفه خدا را دیدم. توسط مسیح بود تا معنی و بزرگی و لطف خدا را درک کردم. به سوی خدا قدم برداشتم و آنان مرا کافر پنداشتند. کسی که به سوی مسیح میاد به سوی تقوا پیش میره. کسی که به سوی عیسی مسیح میاد مسیحی میشه، میخواهد اراده خدا را شب و روز پیروی کند، میخواهد محبت کند، میخواهد پاک زندگی کند، میخواهد که دروغ دیگه از دهنش در نیاد، میخواهد زبونش را از فحش دادن پاک کنه، میخواهد وجودش از ریا و کبر و غرور پاک نماید. و چون دنیا این چیزها را نمیپذیره و دیگران از این صفات عالیه الهی بهره‌مند نیستند، وقتی با چنین کسانی روبرو میشوند مستقیما عکس العمل منفی نشان میدهند. جنگی شروع میشه، جنگی که در واقع تمام عیاره، جنگ روحانی، جنگ قدوسیت بر علیه نیروهای اهریمنی. و دوستان عزیز، شما که به او ایمان آورده اید با زندگی پاک خودتون باید بر علیه ظلم و فساد و بی‌انصافی و دروغگویی و شرارت و غرور و ظلم و ستم به نبرد بپردازید. و اگر شما اشتیاق دارید که از آنان آزاد بشید و خودتون در پاکی و تقوای الهی زندگی کنید، بایستی زندگی تو به دست عیسی مسیح بسپاری و کلام او را یا شمشیر او را، کلام او را یا شمشیر او را در وجودت جای بدی. کلام خدا را بخونید و اون را از بر کنید تا وقتی که در وسوسه میافتید با کلام خداوند اون را از خودتون دور کنید. عیسی مسیح نیامد تا جسم‌های بشری را با زور شمشیر از بین ببرد، خیر، او آمد جسم‌های بشری را شفا بخشید. او آمد تا ما را با خدا مصالحه بدهد و با شیطان به جنگ و نبرد تشویق کند. اگر شما با خدا باشید در واقع با شیطان در حال جنگید و اگر با شیطان باشید با خدا در جنگید. و دوستان عزیز، اعمالتان میتونه گواهی بدهد که جزو کدام گروه هستید و نه الزاماً گفتارتون. زندگیتون نشون میده که جزو کدام گروهی. زباناً هیچ کس پیرو شیطان نیست، اما عملاً دنیا در گروه اهریمنه. اگر شما پاکی و قدوسیت، فروتنی و محبت، گذشت و صداقت، درستی و نیکویی، راستگویی و انصاف را پیروی میکنید و آن را عملاً مردم در زندگیتون میبینن، اصل اونه، و به این چیزها عشق میورزید و کنندگان این کار را هم تشویق میکنید، در واقع ثمرات مقبول پسندیده خدا را آشکار میکنید و با خدا هستید و از بدی متنفرید و بدانید که در راه مسیحا هستید. در غیر این صورت راه خدا را طی نمی کنید. شاید وقتی به خودتون نگاه کنید متوجه بشید که میخواید خوبی کنید ولی بدی هم میکنید. مسیح میگوید اگر حاضر نباشید که تمام جد و جهد و کوشش و توانایی خود را در راه قدوسیت و ایثار نفس و پیروی از طریق حق به کار نبرید، لیاقت پیروی کردن از من را ندارید. مسیح میخواهد که شما امروز با تمام وجودتون تسلیم او بشوید. باید دوستان عزیز از امروز تصمیم میگیرید که نسبت به خواسته های جسم و چشم خود بمیرید و به او چشم بیندوزید و تماما وقف او بشید و حتی حاضر باشید برای شبیه او شدن، پاک شدن، مثل او زندگی کردن، جان را تسلیم کنید. به گواه تاریخ
هیچ شخصیتی کاملتر و مقبول پسندتر در حضور خدا مانند مسیح وجود نداشته است. پس دوستان عزیز، اگر ما هم راه مسیح رو برویم، طریقی که او پیمود بپیمود، راه خطا نرفته ایم. در عوض می‌دانیم که مقبول پسند خدا خواهیم شد. چرا؟ چون او مقبول پسند خدا گردید. خیلی از شما عزیزان در نامه‌هایی که برامون نوشتید که من می‌خواهم پاک و مقدس زندگی کنم، من می‌خواهم در راه خدا باشم، من می‌خواهم طریق او را طی کنم، ولی هر وقتی که تصمیم می‌گیرم و توبه می‌کنم، دوباره میرم تو خیابون، چشمم خطا میره، گناه میکنم. چه کنم؟ دوستان عزیز، خودت به تنهایی نمیتوانی از گناهی که شما را اسیر کرده آزاد باشید. هر وقتی که میخواین این کارا کنید، نبرد شروع میشه و چون وسیله‌ای ندارید، شیطان شما را دوباره در بند میگیره. شما به قدرت خدا نیازمندید و به شمشیر خدا. شمشیر خدا گفتار مقدس اوست. شما باید گفتار خدا را بخوانید و از خداوند تعالی تمنا کنید که روح القدس را به شما بده تا توسط روح القدس بر امیالهای اهریمنی مبارزه کنید و پیروز شوید. اگر امروز چشم او بیاندازیم، راه او را راه خودمون بدونیم، در قدمهای او پای خودمون بگذاریم، دوستان عزیز، گفتار او را گفتار خودمون کنیم، بدون شک بدانید که موفق و پیروز می شوید. مسیح موفق و پیروز شد. بارها کلام خداوند نشون میده که خداوند رضایت خود را از او آشکار کرده است. پس ما هم اگر در راه او برویم، مسلماً قادریم رضایت خدا را نیز به دست بیاریم. چرا؟ چون او به ما روح القدس را عطا میکند، قدرت الهی را عطا میکنه تا در این راه موفق شویم. و به قول حافظ، فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. این است راه پیروزی، این است معنی شمشیر در کلام خدا. مبارزه بر علیه اهریمن، جنگ معنوی و روحانی که با کلام خداوند پیروزی من حتمی است. خدا یارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.